سلام، تو این ویدیو میخوام 10 سایت برتر در زمینه ارائه شماره‌های مجازی رایگان رو بهتون معرفی کنم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. من آرمان هستم و به کانال من خیلی خوش اومدید. تو این کانال به صورت روزانه ویدیوهایی در مورد آموزش‌ها و ترفندهای موبایلی و کامپیوتری، آموزش و معرفی نرم افزارها و اپلیکیشن‌های مختلف، راه کسب درآمد از اینترنت، آموزش‌های مربوط به یوتیوب و معرفی وبسایت‌ها ویدیو قرار داده میشه که اگر به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستید خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت از این کانال لطفاً ویدیوها رو لایک کنید. خب سایت اولی که میخوام خدمتتون معرفی کنم سایت receive-sms.com هستش که همونطور که ملاحظه میفرمایید شماره‌های مجازی از کشورهای مختلفی داخل این سایت وجود داره: آمریکا، کانادا، فرانسه، روسیه، انگلستان، اوکراین، آلمان، هلند و خیلی کشور دیگه که شما عزیزان میتونید از هر کدوم از این شماره که خواستید برای نرم افزارها، اپلیکیشن ها یا سایت هایی که میخواید ثبت نام کنید از این شماره ها استفاده کنید. از هر کدوم از شماره هایی که خواستید استفاده کنید. مثلا من میخوام از این شماره آمریکا استفاده کنم، روی گزینه اوپن کلیک میکنم. خب وارد این صفحه که بشیم شماره مورد نظر اینجا وجود داره که شما عزیزان میتونید روش کلیک کنید و شماره کپی بشه داخل نرم افزار، اپلیکیشن یا سایتی که میخواید ثبت نام کنید. این شماره رو وارد کنید یا یه جا برای خودتون یادداشت کنید و بعد واردش کنید و برای دریافت کد و یا اسمسی که میاد اینجا تشریف میارید پایین صفحه و اینجا همونطور که میبینید اسمس ها و کد ها رو اینجا میتونید مشاهده کنید که آخریش هم 35 ثانیه قبل اومده که یه بنده خدایی اومده و از این شماره استفاده کرده. و برای دریافت کد خودتون میتونید اینجا آپدیت مسیج رو یه بار کلیک کنید و اینجا کد مورد نظر برنامه، اپلیکیشن یا سایتی که اونجا ثبت نام کردید رو اینجا ملاحظه بفرمایید. خب سایت دوم سایت freesmscenter.com هستش که همونطور که ملاحظه میکنید این سایت هم کشورهای زیادی داره: آمریکا، انگلستان، کانادا، سوئد، لهستان، چین، اتریش و روسیه که اول باید کشور مورد نظرتون رو انتخاب کنید. به طور مثال من انگلستان رو انتخاب میکنم، شو فون نامبر رو میزنید و وارد این صفحه میشید که شماره زیادی مثلا برای انگلستان وجود داره که شما هر کدوم رو که خواستین روی ریسیو SMS کلیک میکنید. وارد این صفحه میشیم. این شماره مورد نظری که اینجا وجود داره رو میتونید یه جا یادداشت بفرمایید و برای خودتون داخل نرم افزار، اپلیکیشن یا سایت مورد نظرتون استفاده کنید و از اینجا کدش رو دریافت کنید و اگر اینجا آپدیت مسیج رو بزنید به صورت لحظه‌ای براتون آپدیت میشه و کدی که داخل اون نرم افزار، اپلیکیشن یا سایتی که برای ثبت نام اونجا وارد کردید این شماره رو اینجا کدش براتون میاد. اگرم نیومد دوباره روی آپدیت مسیج کلیک کنید. خب سایت بعدی سایت 7sim.net هستش که همونطور که ملاحظه میفرمایید شماره‌های زیادی برای کشورهای مختلف اینجا وجود داره: شماره‌های برای انگلستان، شماره‌های آمریکا، شماره‌های روسیه، هلند، هندوستان، لهستان، اوکراین، فرانسه و شماره‌های زیادی مربوط به کشورهای مختلفی اینجا وجود داره و برای هر کدام از شماره‌هایی که بخواید ازش استفاده کنید کافیه که روی یکی از اینا کلیک کنید. مثلا من انگلستان رو انتخاب میکنم و روی این شماره کلیک میکنم که 3 ساعت قبلم این شماره در این سایت قرار داده شده. شما میتونید لحظه به لحظه این سایت رو چک کنید و شماره های زیادی رو اینجا قرار میده و بهترین و جدیدترین شمارهش رو اینجا انتخاب کنید. وارد این صفحه میشیم. این شماره که این بالا میبینید شماره مورد نظر هستش و از اینجا میتونید کد فعالسازیتون رو دریافت کنید و اینجا اگر براتون کد فعالسازی نیومد فقط کافیه که اینجا صفحه رو یه بار ریلود یا رفرش کنید. همین. سایت بعدی سایت freeonlinephone.org هستش که همونطور که ملاحظه میکنید شماره تلفن هایی از کانادا، انگلستان و آمریکا داخل این سایت وجود داره که هر کدومش رو که بخواید میتونید رید SMS رو بزنید و از شماره مورد نظر که اینجا ملاحظه میفرمایید استفاده کنید و کدهای فعالسازی هم این پایین میتونید ملاحظه بفرمایید. اگر کد براتون نیومد فقط کافیه که یه بار صفحه رو رفرش کنید. همین.
خب سایت بعدی که میخوام خدمتتون معرفی کنم سایتی هستش که آدرسش رو این پایین ملاحظه میفرمایید و شماره‌های مختلفی از کشورهای مختلف داره. خوبی این سایت نسبت به سایت‌های قبلی اینه که شماره‌های نابی از کشورهایی داره که معمولاً در سایت‌های دیگه نمیتونید اون رو پیدا کنید، مثل کشور پاکستان و کره جنوبی که اینا شماره‌های نایابی هستن که تو سایت‌های دیگه وجود نداره و هر کدومشو که بخواید استفاده کنید کافیه که روی سلکت کلیک کنید. خب وارد این صفحه شدیم. این شماره مورد نظر هستش و کد رو هم میتونید از این پایین دریافت کنید. اگر هم دریافت نشد صفحه رو یه بار رفرش کنید. خب سایت بعدی که خدمتتون معرفی میکنم سایت receivesms.co هستش که همونطور که ملاحظه میکنید اینجا 20 شماره برای آمریکا، 6 شماره برای کانادا، 9 شماره برای انگلستان و 1 شماره برای سوئد وجود داره که هر کدوم از کشورها رو که بخواید روش کلیک میکنید. خب اینجا شماره‌های مختلفی که برای آمریکا وجود داره رو میبینید. مثلا آخرین شماره ها 4 روز پیش درون این سایت قرار گرفته و برای دریافت کد هم اینجا میتونید این گزینه رو بزنید و کد رو از این صفحه میتونید دریافت کنید. اگر هم کد براتون نیومد آپدیت مسیج رو بزنید. خب سایت بعدی سایت receivefreesms.com هستش که همونطور که ملاحظه میکنید شماره مختلفی از کشورهای مختلف اینجا وجود داره که هر کدومش رو که بخواید میتونید ازش استفاده کنید. سایت بعدی سایت freephonenum.com هستش که اینجا 10 شماره برای آمریکا و 5 شماره برای کانادا وجود داره که میتونید هر کدومش رو که خواستید ازش استفاده بکنید. سایت بعدی سایت receive-sms.com هستش که اینجا میتونید از این شماره ها استفاده کنید. کلا 3 تا شماره داره برای کشور آمریکا که هر کدومش رو که خواستید روش کلیک میکنید و ازش استفاده میکنید. و سایت آخری که میخوام خدمتتون معرفی کنم سایت hs3x.com هستش که اینجا 3 تا شماره برای آمریکا گذاشته که معمولا شماره خامی رو اینجا قرار میده و کسی ازش استفاده نکرده تا به حال و برای استفاده کردن رید SMS رو میزنید و اینجا همونطور که ملاحظه میکنید هیچ کس تا حالا از این شماره ها استفاده نکرده و شما میتونید خیلی راحت از این شماره استفاده کنید. تنها نکته بدی که این سایت ها دارن تعداد تبلیغات زیادشون است که معمولا سایت هایی که خدمات مجانی و فری در اختیار کاربرای خودشون قرار میدن معمولا تبلیغات زیادی دارن. ممنون که تا انتهای این ویدیو هم با من همراه بودید. اگر ویدیو به دردتون خورد و دوست داشتین لطفاً ویدیو رو لایک کنید. تا ویدیو بعدی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم.